حقیقت دنیا که ما میگیم منظور ما چند جمله خشک قالبی نیست که انسان در آرشیو مغز خودش ثبت بکنه و این نگاه بکنه به عنوان بیان در یک جای. نه خیر، بلکه انسان حقیقتا با جان و با وجود خودش لمس بکنه که واقعا اینمی لحظه اینمی در اینمی صحنه ما در آزمایش قرار گرفتیم. حالا که ما در اوج از قدرت قرار داریم، بدانیم که یک وسیله آزمون ماست، اینو درک بکنیم. وقتی که ما واقعا از نظر اقتصادی متول میشیم، درک کنیم اینمی در حقیقت وسیله آزمایش انسان است. وقتی خدای نخواست یک حالت مصیبت به انسان پیش میشه، این انسان اونم لحظه درک بکنه. یک مثال کوتاه بزنم به خاطر که موضوع خوبتر تسهیل فهم شود. واقعا یک کسی که یک صحنه را میخواد پر بکنه، یک هنرمند، آیا دلیلی که یک هنرمند در یک صحنه، در یک قسمت مثلا از اما فیلم خودش اینقدر زیبا میتازه، اینقدر زیبا مثلا اکشن میکنه، اینقدر تحمل میکنه، این صبر عالی داره، این یک گذشت بسیار بزرگمردانه داره، امیار از کجا پیدا میکنه؟ امیار چطور ایجاد میکنه؟ امی تحمل، امی صبر از کجا میشه؟ امی گذشت از کجا میشه؟ دلیل حقیقش امیز که اونمو فرد، اونمو اکتور، اونمو اکترس اونجا قرار داره، میبینی که امی لحظه از ما اکشن گرفته است، امی لحظه از ما فیلم گرفته است. اگر انسان هم حقیقتا بدونه که لمحه لحظه لحظهش تحت اونمو کمره های خدایی قرار داره و قرار است از این اونمو صحنه های اکشنش بگیرن، اینجاست در مقابل مصیبت صبر میکنه. یگانه راز صبر کردن انسان همیست. اینجاست در اوج عزت غره نمیشه، مغرور نمیشه، اینجاست در مشکلات تحمل میکنه و در اوج از عزت ها بازم شاکر خدای کریم رحیم میباشه و خلاصه صحنه های زیبای زندگی رو پر کرده میشه.